مزمور 87. سخنان پرجلال درباره ات گفته می شود. شهری که او بنیان نهاده بر کوه مقدس واقع است. خداوند دروازه های صهیون را دوست می دارد بیش از همه مسکنهای یعقوب. ای شهر خدا، سخنان پرجلال درباره ات گفته می شود. سلا. رهب و بابل را در شمار شناسندگانم و ذکر خواهم کرد، فلسطین را نیز و سور را همراه با کوش. خواهند گفت این در آنجا زاده شده است و درباره صهیون گفته خواهد شد که این و آن در او زاده شده اند. زیرا آن متعال خود او را استوار خواهد ساخت، آنگاه که خداوند قومها را ثبت می کند چنین خواهد نگاشت. این در آنجا زاده شده است. سلا. سرایندگان و رقص کنندگان به یکسان می سرایند که همه چشمه های من در توست. آمین.